مربی کروگات در فهرست آبی‌ها. خبرها از تلاش مدیران استقلال برای انتخاب سرمربی جدید حکایت داره و با توجه به احتمال برگزار نشدن ادامه لیگ، استقلالی‌ها به فکر سرمربی فصل بعد هستند. از همین رو نام دراگان اسکوچیچ، سرمربی سابق تیم ملی و همچنین باشگاه تراکتور، در میان گزینه‌های خارجی آبی‌ها به چشم می‌خوره. پیش از این و قبل از انتخاب بختیاریزاده در میانه فصل قبل، اسکوچیچ گزینه استقلال بود، اما مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید. نفرت آلبانیایی‌ها از حریف صهیونی. در جریان مصاف تیم‌های آلبانی و رژیم صهیونیستی، هواداران میزبان بارها با شعار علیه نماینده رژیم اشغالگر نسبت به حضور این تیم در آلبانی اعتراض کردند. علاوه بر هو شدن بازیکنان صهیونیست در ابتدای بازی، هواداران به بازیکنان اسرائیلی حمله ور شدند. انزجار آلبانیایی‌ها از نماینده رژیم صهیونیستی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشت. النصر ولخرج‌ترین باشگاه جهان. در رده‌بندی 8 باشگاه پرهزینه فوتبال جهان در سال 2026، باشگاه النصر عربستان با پرداخت 507 میلیون دلار دستمزد در فصل گذشته به عنوان ولخرج‌ترین باشگاه فوتبال جهان معرفی شد. 40% این ریخت و پاش بزرگ در باشگاه النصر متعلق به دستمزد 200 میلیون دلاری کریستیانو رونالدوه. در این فهرست رئال مادرید با 504 و الهلال، دیگر باشگاه سعودی، با 452 میلیون دلار در رده‌های بعدی فهرست باشگاه‌های پرهزینه قرار دارند. حکم حبس مقابل بازیکن اسپانیایی. مایکل مسا، بازیکن تیم تنریف، به اتهام ضرب و شتم و سرقت تلفن همراه به 8 ماه حبس و پرداخت 1200 یورو جریمه نقدی محکوم شد. در این حادثه که در یکی از خیابان‌های دلالاگونا اسپانیا رخ داده، مسا به همراه 2 تن دیگه در درگیری با یکی از عابران پیاده به زد و خورد پرداختند و پلیس 3 فرد ضارب از جمله این بازیکن 35 ساله رو بازداشت کرده. تحقیقات در خصوص علت این اتفاق ادامه داره. هوادار جنجالی یونایتد غیر قابل شناسایی. فرانک ایلت، هوادار پرموی منچستر یونایتد که به دلیل نتایج تیم محبوبش موی سرش رو مدت‌ها کوتاه نکرده بود، حالا با تغییر چهره غیر قابل شناسایی شده و به چالش بلند مدتش پایان داده. الیت که قول داده بود اگه تیمش به 5 برد متوالی برسه موهاش رو کوتاه میکنه، چالش 2 ساله ای رو پشت سر گذاشت، اما با ناکامی یونایتد ها در روند پیروزی های متوالی بالاخره تصمیم به تغییر چهرهش گرفت. و فابرگاس، گزینه نخست آبی و اناری ها برای جایگزینی فلیک. روزنامه